کجاست. همینجوری شاد و خوشحال و خرم داشتیم میرفتیم که خب ما توی راه پنچر کردیم و وارد یه چاله شدیم. لاستیکمون ترکید. الان قراره هم صبونه درست کنیم هم پنچرگیری کنیم. یکی از شانسایی که آوردیم اینجا پنچر کردیم و خیلی جای قشنگیه. اون سمت دارن برنج برداشت میکنن و بوی شالیزار عالیه. خب ما تو این سفر تنها نبودیم، با دوستامون اومدیم و خدا رو شکر پنچر کردیم. دوستامون اومدن کمک که پنچرگیری انجام بدن برامون و بعد به ادامه سفرمون برسیم. خودمون رو رسوندیم به اولین شهری که سر راهمون بود و حالا لاستیکمون رو گذاشتیم که پنچرش رو بگیره ما بریم و برگردیم. خب اومدیم آپاراتی، لاستیک رو بذاریم واسه تعمیر و بریم برگردیم. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. حالا استوا کجاست؟ یه مزرعه زیبا پر از میوه‌های استوایی که توی شهر گنبد واقع شده. بیایم ما هم دیگه بریم ادامه‌شو ببینیم. پاپایا یه میوه استوایی که فقط تو مناطق استوایی میتونی پیداش کنی و حالا تو گلخونه ها فوق‌العاده خوشمزه است. نکته جالبش اینجاست که این گلپسر متولد دهه 80، یعنی ما 80یامون چی هستن؟ مرسی متشکرم. داستان راشین از اونجایی شروع شد که این درخت ما بعد از 1 سال میوه داد و میوه هاش یواش یواش زرد شد. ما نمیدونستیم چی کار بکنیم که بتونیم اینو بفروشیم، چون کسی پاپایا رو توی استان ما نمیشناخت. اومدم یه دونه پاپایا رو قاچ زدم. توی صفحه شخصی ویدیوشو گذاشتم، از خودم فیلم گرفتم و توی صفحه گذاشتم. این مدلی خوردم. کلی کامنت منفی زیر پست شخصیم گذاشتن و آخر هفته دیدیم 4 تا گردشگر اومدن که با این درخت عکس بگیرن. منم جز اون گردشگران بچه‌ها. خدا رو شکر بعد 3 سال تبدیل شده به یک جنگل استوایی زیبا که تقریبا 20 مدل گیاه کمیاب توش کشت میشه و یه مجموعه خیلی زیبایی که تقریبا 1000 نفر گردشگر هر هفته به اینجا سفر میکنن. به نظر داستان جذاب این درخت لایک و سابسکرایب نداره، زنگوله رو هم بزن که هر موقع پست گذاشتیم بیای ببین. ما اومدیم تو حیات مجموعه راشین که حالا گفتیم که استواست و اینا. اینجا کافه داره و شما میتونید غذا، نوشیدنی و دسر سفارش بدین و حالا ادامه توضیحات و الهه بهتون میده. روزهای تعطیل اینجا یه بازارچه برگزار میشه که میتونید صنایع و هنرهای دستی گنبد رو بیاین ببینید، بخرید و همچنین غذاهای محلی. مزرعه سبزی هم داره. مزرعه انواع حیوونا رو میبینی، جوجه ها، سگ، گربه، یعنی همش قشنگیه. انواع میوه‌های استوایی که داخل مجموعه کشت میشه رو میتونید از این قرص خریداری کنید. همچنین یه مزرعه سبزی پشت دارن که سبزیجات ساده هم قابل خریداریه. اومدیم شهر گنبد. یکی از جاذبه‌های دیدنیش گنبد قابوسه یا خود گنبدی‌ها بهش میگن میل گنبد، ولی بسته بود امکان بازدید البته نداشتیم، فقط تونستیم از دور ببینیمش. شما اومدین حتما داخلش رو ببینید، مثل اینکه یه ویژگی خیلی قشنگ داره توی انعکاس صدا.
انواع کلا علایقم خیلی زیاده. یکی از علایق من فرش دستبافه، یعنی اصلا این فرش چشمو گرفته ولی هیچ وسعم نمیرسه بگیرم. فرش ترکمنی خیلی معروفن، من عاشق این رنگ شدم. خب اینجا دیگه سفرمون تمام شد و برگشتیم سمت خونه. ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین، تو سفرهای دیگه هم همراهمون باشین. مراقب خودتون هم باشین زیاد.